یکم در مسئله فلسطین دو خط سرخ است که هر انسان باید امور داند. یکم این که اشغال شدن یک دولت از طرف یک دولت دیگر هیچ وقت جای سفید کردن حمایت کردن نیست. ما او را محکوم میکنیم. دولت محکوم میکنه یا نمیکنه، ما یک انسان او را محکوم میکنیم. بنابراین خط یکم سرخ این است که اشغالگری را هیچ کس اعتراف نمیکنه، ما هم اعتراف نمیکنیم. این شخصا ما هم زید. خط دوم سرخ این است که کشتن زن و کودک و مردم بیگناه را هم هیچ که اعتراف نمیکند، هیچ که طرفداری نیست. ما و شما باید ایده طرفدار نباشه. یعنی دو چیز است که موقع ما مشخص است: ضد اشغالگری، ضد قتل و کشتار. یعنی ولی این که به او را جنگ مسلمان و کافر یا بچه ها خیزی رویم به جهاد، در اینترنت خریطش نشان داده راه که به کدام راه میشه رفته، این مردم جوان ما را، مردم خوشیمان ما را فریب کرده، در امو جنگ کشیده بردن. اینش مسئله تبلیغاتی است، اساس حقوقی، اساس سیاسی، اساس ارزشی ندارد. اگر همین جنگ مقدس می بود 500 میلیون عرب در اونجا هست. همه اهالی کشورهای عرب 470 تا 500 میلیون نفر است فقط خودش. همین یک فایزش خیزه فلسطین امروز آزاد میکنه. اما او میگن گروه حماس اعتراف هم نمیکنه، میگه این بیزنس راهبراش است. یعنی خیلی نیست که ویا به ایمان باشن و به تفاوت باشن و ما و شما اکو ایماندار میخزیم جهاد میریم اونجا. جهادی اکبری تو حفظ تاجیکستان است، دیگر فریب نخور، معنی جهاد آموز. پیشوای ملت در مسئله فلسطین یک موقع بسیار قطعی و آشکار را اعلام کرد. یعنی در این بخش سیاست خارجی پیام امساله یگانه مسئله ای که به طور مشخص قطعی گفته شد این مسئله فلسطین، دیگر روش به طور عمومی گفته. چرا در مسئله فلسطین این گپ مهم است؟ چون که امروز شما رسانه‌ها می‌دانید که یکی از بحران‌های اساسی جهان هم بحران فلسطین است. این در همین 3 ماه این جنگ علاقه باری 5م است که تاجیکستان در این باره اظهار نظر میکنه. این خیلی نادر است. یعنی معنیش این است که رهبریت تاجیکستان مثلا خیلی حساس قبول میکنه. 2 بار در سازمان ملل متحد در وقت آوازدهی تاجیکستان به جانبداری فلسطین آواز داد. 2 بار. 2 بار در سخنرانی های خودی رهبر دولت آمد. یکی سخنرانی که در ریاض، یکی اینه در پیام. یک بار دیگه وزارت کارهای خارجه اظهارات داد درباره بمباران کردن و بیمارستان در غزه. پس 5 بار علاقه به طور رسمی دولت جمهوری تاجیکستان در همین 3 ماه درباره فلسطین اظهارات داده است. این خیلی مهم است. دوم اینکه در همین اظهارات چی است؟ در همین اظهارات چند نکته بسیار مشخص است. یکم تاجیکستان یا رهبر دولت میگه که از تأسیس دولت مستقل فلسطین جانبداری میکنه. این بسیار گپی جسورانه است، چون که اکثر دولت‌های جهان جرأت ندارن این خیل گویند، چون که اسرائیل یک کشوری بسیار با تأثیر است در جهان. حتی امریکا رو بعضا به شوخی میگن این یک ولایت اسرائیل است، چون که اسرائیل در همه این انستیتوهای مالیوی، در ساختار جهانی، در ساختار سیاسی جهان، حتی در خود امریکا تأثیری بسیار با نفوذ دارد. ببینید امید در انتخابات های امریکا یکی از مسائل اساسی این است که همون نامزد طرفدار اسرائیل است یا نه. اگر طرفدار اسرائیل باشه بعد غلبه میکند. این قدر این مهم است. با وجود این در همین شرایط تاجیکستان اعلان کرد که ما طرفدار تأسیس دولت فلسطین هستیم. این یک. دوم که در همینجا با یک بندی دیگر هست که میگن که طرفدار تأسیس دولت فلسطین در دایره قطعنامه‌های سازمان ملل متحد است. و نکته سوم در دایره سرحدها یا مرزهای سال 1967
ببینید همین جایی بازم حساس است که یعنی سال 1967 قطعنامه سازمان ملل متحد است که همون حدودی که امروز اسرائیل و فلسطین است در وضعیت امروزه دو تقسیم کرده، یعنی قسمش رو به اسرائیل، قسمش رو به فلسطین، همچون دو دولت مستقل رسمی در قطعنامه اعتراف شده است. یعنی که گویا همون اشغالی که تا سال 67 شده است جامعه جهانی رو بخشیده و گفتن خیلی همین قدرش اسرائیل بقیهش فلسطین. اما من این سال 2024 اما از سال 67 تا این سال قریب با تمامی بقیهش هم اشغال شد. اینش از نظر حقوق بین خلقی غیر قانونی حساب میشه. بنابراین وقتی در اظهارات تاجیکستان گفته است که در مرزهای سال 67 معناش این میشه که همون اشغال شدن این حدود از طرف اسرائیل اعتراف نمیکنه. معناش این که این اسرائیل برگرده به سال 67. اسرائیل باید تمام یعنی حدودی اشغال شده شد در این 70 سال قفوتی. این یک طلبات جدی جامعه جهانی است، ولی یعنی تاجیکستان همین را حمایت کرد و گفتن که این از نظر ارزش‌های انسانی هم بسیار موقع مهم است، از نظر حقوق بین خلقی هم، از نظر امین اعترافی معیارهای حقوق بین خلقی و از نظر جسارت. این موقع رسمی دولت تاجیکستان درباره دولت فلسطین است و ما کشوری هستیم که دولت فلسطین را اعتراف کردیم و در همین شهر دوشنبه سفارت رسمی دولت مستقل فلسطین فعالیت میکند. این ما چند بار با سفیرش خوردیم. یعنی سفارت رسمی دولت رسمی فلسطین اینجا هست. اما همین جنگی که حاضر از 7 اکتبر سر شد، این یک مشکلش این است که این رو جنگی فلسطین و اسرائیل گفتن بسیار مشکل است. زیرا جزئیاتش چی است؟ زیرا در نتیجه اختلاف بین خود فلسطینی ها، بین گروه های فلسطینی ها، همین یک گروه علاهیده به نام حماس، گروه حماس، ولی خماس میگه تاجیکا، گروه حماس یعنی هم میم الف سین، حرکت مقاومت اسلامی، حرفای کوتاش هم الف سین، حماس. همین حرکت مقاومت اسلامی با خود دولت فلسطین اختلاف کرده، همین ناحیه غزه رو از دولت جدا کرده، زیر اطاعت خود گرفتگی است. بنابراین در این جنگ خود دولت فلسطین، پایتختش، پرزیدنتش، حکومتش شرکت نداره. اونا برعکس مخالفن که حماس هجوم کرد به این خاکی، به خاکی فرضاً بحثناک است ولی به اسرائیل امروز. سکتور این ناحیه یا نوار غزه، این نوار غزه حالی در اختیار دولت فلسطین هم نیست دیگر، چون این گروه حماس او را از دست دولت فلسطین جدا کرده است، خودش اداره میکنند و کشورهای خارجی به وجه سلاح و پول زیاد میتن. حماس یک گروهی است که تریتور گرفته، از جمله خود پرزیدنت فلسطین، دولت فلسطین با این جنگ مخالف است، شرکت هم نمیکنه، با حماس زید است. از این رو این جنگ خود دولت رسمی فلسطین با اسرائیل نیست حاضر، این جنگ گروه حماس و اسرائیل است حاضر. یک دوم این که در چرا دستگیری نمیکنند عرب ها کشورهای غربی؟ چون که در همه قطعنامه های غربی، امریکا، اروپا، کشورهای عربی گروه حماس همچون گروه تروریستی اعتراف شده است، مثل طالبان، مثل داعش، مثل همش. چون که این یک گروه است که بسیار عملیات‌های به همین شیوه کار میگیرد. از این رو گروه حماس هم چون گروه تروریستی اعتراف شده است. در تمام کشورهای عربی فعالیت گروه حماس منع است، همچون گروه تروریستی. قطر، سوریه، ایران اینا دستگیری میکنن تمام. بنابراین شما میگید چرا عرب ها خودشون دستگیری نمیکنن؟ چون که عرب ها
گروهی حماس را هم چه گروهی تروریستی قبول ندارن، میگن که باید همکاری نمیکنیم. برعکس عرب ها خرسند میشن که اگر اسرائیل همین گروهی حماس از بین برد. حتی دولت فلسطین هم راضی است که این گروه از بین برد. دوم اینکه این جنگ از دایره جنگ فلسطین و اسرائیل و عرب و یهود خیلی برآمده به یک جنگ کلان گیوپولیتیکی بین الخلقی تبدیل شده است. مثلا در پشت این گروهش یک سلسله کشورها ایستادین، هم منطقوی هم جهانی. در پشت این گروهش یک سلسله کشورها ایستادین. این یک جنگ کلان گیوپولیتیکی است. دیگه این را عرب و یهود حل نمیکنه، این رو دیگه قدرت های جهانی حل میکنه. مثلا ببینید چرا رهبریت روسیه با حماس واخورد؟ یعنی در مقابل دستگیری اسرائیل از طرف امریکا این کار کرده است. یعنی مادامی که اسرائیل را امریکا دستگیری میکند، کشورهای ضد امریکا حماس را دستگیری میکند. این جنگ کلان ایناست، ولی همون مردم بیچاره وجدا قربانی میشن. بنابراین گمان کنین که این جنگ همونو است و خودشون حل میکنن، این خیلی نمیشد. این ممکن در سطح جهانی اگر هم قدرت هایی که در پشت دو طرف استادن به توافق رسن بعدی حل میشه. یک چیز دیگر هم که بسیار مهم از دانستنش، این تصوری که در رسانه‌های ما درباره رهبران مقاومت فلسطین همچون آزادی خواه و مجاهدین و مبارزین ساختن، این هم یک بحثی کلان است. چون که در همون رسانه‌های خود عربی خود محلیشون این قدر درباره فسق و فساد و غارت و دزدی همین رهبران معلومات است. من همین رهبری از همه کلان مقاومت فلسطینی، قهرمان همین زمان یاسر عرفات. همین یاسر عرفات وقت مرد، زنی جوان اروپایی داشته است، فرانسوی، 6 میلیارد دلار کمکی که جهان به فلسطین کرد، این در حساب زنش مانده بوده. زنک نداد، گفت که این میراث شوهرم به من است. این 6 میلیاردی که نمی مردم جهان یاردن به فلسطین گفته دوستان، این همی خانم گرفت. 5 سال در همی اروپا در فرانسه سود شد بین گروه های فلسطینی و همی زنک. اخیر سود قرار کرد که خیلی این میراث از شوهرش در حساب بانکیش این به این تعلق داره. این رفت سرمایه جهادی فلسطین. اینجا تاجیک که اینه نمیدوند، اونو قهرمان گفته گشت. اگر برای این تصور که اوجا یک جهاد است، اوجا یک تجارتی بزرگ است، اوجا یک جنگ تجارتی بزرگ است که او جنگ برای بسیاری ها میلیون ها میلیارد ها درآمد میارد. از این روی خیلی ساده گرفتن در که و در نهایت او سرزمین های مقدسه که ما میگوییم قبله اول مسجد الاقصی، اونا در غزه نیستن، مومن در غزه نیستن. ولی با مردم چه فهمیده که گویا که اونا در غزه، اونا در ساحل رود اردن، اونجا که پایتخت فلسطین است، پایتخت اسرائیل قبول کردن خودشون و او سرزمین ها واقعا مقدسن، مهمن، ولی جنگی انمی حاضره در اونجا نیست. در نوار غزه است، در اونجا یگان جای مقدس نیست. ولی اگر گوییم که درباره سرزمین های مقدس باید حمایه کنیم، اونا را 10 سال پیش گرفته است. چرا تو 10 سال پیش ایره نمیگفته وقتی گرفتنش؟ آغاز جنگ درباره غزه رفته است، به الاقصی و با اونا دخل نداره. بنابراین چی گفتنیم؟ خلاصه من این است که یکم در مسئله فلسطین 2 خط سرخ است که هر انسان باید امور داند. یکم این که اشغال شدنی یک دولت از طرف یک دولت دیگر هیچ وقت جای سفید کردن، حمایه کردن نیست. ما او را محکوم میکنیم. دولت محکوم میکنه یا نمیکنه، ما یک انسان او را محکوم میکنیم. دولت ما هم اعلان کرده است که این مرزها، این طلبات جانبداری دولت فلسطین، تأسیس دولت فلسطین. بنابراین خط یکمی سرخ این است که
اشغالگری را هیچ کس اعتراف نمیکنه، ما هم اعتراف نمیکنیم. این شخصا ما هم زید. خط دوم سرخ این است که کشتن زن و کودک و مردم بیگناه را هم هیچ که اعتراف نمیکنند، هیچ که طرفداری نیست. ما و شما هم باید ایده طرفدار نباشه. این دو چیز است که موقع ما مشخص است: ضد اشغالگری، ضد قتل و کشتار. یعنی ولی این که به او را جنگ مسلمان و کافر یا بچه ها خیزی رویم به جهاد، در اینترنت خریطش نشان داده راه که به کدام راه میشه رفته، این مردم جوان ما را، مردم خوشیمان ما را فریب کرده، در امو جنگ کشیده بردن. اینش مسئله تبلیغاتی است. یگان اساس شرعی، اساس حقوقی، اساس سیاسی، اساس ارزشی ندارد. اگر همین جنگ مقدس می بود 500 میلیون عرب در اونجا هست. همین اهالی کشورهای عرب 470 تا 500 میلیون نفر است فقط خودش. همین 1% خیزه فلسطین امروز آزاد میکنه. اما او میگن گروه حماس اعتراف هم نمیکنه، میگن این بیزنس راهبراش است. یعنی خیلی نیست که ویا به ایمان باشن و به تفاوت باشن و ما و شما اکو ایماندار میخزیم جهاد میریم اونجا. این گمانی از ندانستن است که گویا همون میلیون نفر مردم های عرب 500 میلیون به ایمان باشه. بینید کسایی که از دور هستن در اروپا، در تاجیکستان، در کشورهای دیگر از روی اینترنت میدونن، اونا او را گفته به همین مسئله حساسیت دارن. ولی چرا در یگان پایتخت عربی تظاهرات نمیشه؟ چون که همه اون میدونه که اوجا قضیه چی است. کسایی که از دورن، اونا از اینترنت خونده موقع گیری. اینمی در تاجیکان پیدا شده است یک گروهی که هر روز بچه‌ها به جهاد فلسطین، به جهاد فلسطین. من برایم در روز اولش یک شعری بسیار جنجالی نوشتم، یادتون است؟ گفتن که جهادی اکبری تو حفظ تاجیکستان است، دیگر فریب نخور معنی جهاد آموز. این شعر برای بود که منظور این بود که همین بچه های جوان علاقه در اینترنت روی خط کار شده تا جهاد فلسطین میبریم، این ثواب است، این فرض است، اوجا زمین های مقدس است. زمین های مقدس 20 سال 30 سال پیش گرفتگی است. مردی پیش میروی. انا همون پایتخت چیز امین شهری قدس، شهر بیت المقدس که زمین مقدس است، مسجد الاقصی که همون قبله اول مسلمان ها است، او را 20-30 سال پیش گرفته است. نه خبر شده است. او را 15 سال پیش پایتخت خود اعلان کرد اسرائیل. او وقت همین بچه کجا بودن؟ انا که حوض این خبر شده از اینترنت، نو فلسطین شناسان مردمی بیچاره فریب کرده. اینا جنگ دویش رفتن، جنگ افغانستان رفتن، بینه چی عاقبت شد. بو اکو بچه‌ها فلسطین روان کن. بنابراین ما بار دیگر میگم از نظر انسانی اشغالگری را قبول نداره، محکوم میکنیم. کشتار زن و فرزندا را، بچه‌های بیگناه نابود کردن قذر ساختارهای انسانی ای را محکوم میکنیم. همدردی انسانی هر یکی ما با هر یک کودکی فلسطین، با هر یک زن و فلسطین، با هر یک انسانی بیگناه در سر جاش هست، ای را باید همه داشته باشه. اما این که دعوت کنی جوانه که برای در اوجا شرکت که اوجا فرض است، این یک تبلیغات ایدئولوژی سیاسی است، به این باید دادنش. این همین است نازکیش. موقع ما رو از نام همه یمی ملت، دولت، روبر دولت اعلان کرد که تاجیکستان جانبدار تأسیس دولت فلسطین در دایره قطعنامه‌های سازمان ملل متحد، در دایره سرحدهای سال 67. این جسورترین گپ است. این بسیار گپی با غیرت است. این موقع ملت تاجیک. بنابراین انامین در مقابل یمین استاده فکرش گفتن پیشوای ملت، این بسیار جسارت است. این هم ایمان است، هم وجدان است، همه چی است. ای که هر کس آمده با جوانای بیچاره، جوانای خوش ایمان فریب کرده برده. اولش که از نظر تکنیکی به اوج رفتن ناممکن است قریب. و پورا در اشغال است. چندین کشور رو باید گذاره که یکون کسی اجازت نمیده.
یعنی یک جوان فریب کرده، همین بیچاره همین که همین نیت کرد اعلان کرد الکی در زیر استاتیای جنایی داخل میشه که اشتراک در جنگ های عملیات مسلحانه کشور خارجه طبق کدکس جنایی تا 12-15 سال جزا میگیره فقط به خاطر همین را اعلان کردن. یعنی بچه ها را در دوم غلطاندن. چی در کار؟ معلوم که اونجا رفته نمیشه، اما انا همین محیط ساختن. من در اینترنت هر روز بعضیش جواب می نویسم، میگن که شما نخود طرفداری هم کشتار باشه. میگه ما طرفداری کشتار نیستیم، ما برای هر یک کودکش گریه میکنیم، ولی از نظر واقع بینی رفتن یک تاجیک در اونجا چیزی رو تغییر نمیکنه. دعا میکنیم مثلا در حقشون، خدا نجات، هر روز دعا میکنیم، ولی در کارش کمکی مالیوی میکنیم مثلا به جبر دیدگان، به کسایی، به کودکان، زنان، به خانماندگان. لیکن جهادی اکبری تو حفظ تاجیکستان است، دیگر فریب نخور، معنی جهاد آموز.